آدم، إدريس، نوح، هود، صالح، إبراهيم، لوط، إسماعيل، إسحاق، يعقوب، يوسف، أيوب، شعيب، موسى، هارون، ذو الكفل، داود، سليمان، إلياس، اليسع، يونس، زكريا، يحيى، عيسى، والآخر الخاتم الأنبياء محمد المصطفى. چی دست برداشته دعا کنید، چی دست بر نداشته دعا کنید، در هر دو شکل هم درست است. چرا که همون امامی که خطبه یکم رو خوان میشیند، حالا دست نو برداشته دعا میکند، یک چند لحظه، یک چند جمله دعا میکند، بعد با خطبه دیوم شروع میکند. خب قوم هم که در همین فرصتی که امام یعنی دعا کرده ایستاده است، در همین حالت دعا کند، دعای مستجاب، حالت اجابت دعا است. خدا خیر برکت موفق باشید. دیگر سوال نیست؟ موفق باشید.